عیسی دوام داده گفت دیگران را عیبدار نکنید تا که خود عیبدار حساب نشوید. زیرا چه خیلی که دیگران را عیبدار کنید همان طور شما نیز عیبدار حساب می شوید. و با کدام سنگی ترازو که برکشید با همان سنگ برای شما برمی کشند. چرا شما خس را در چشم برادری خود می بینید و کنده را که در چشم خودتان هست نمی بینید؟ چه خیل جرأت کرده به برادرتان می گوید که اجازت ده خس را از چشمت برارم، حال آنکه در چشم خودتان کنده دارید. ای درویه ها، اول کنده را از چشم خودتان برارید، آنگاه درستتر دیده می توانید که چه خیل خس را از چشم برادرتان برارید. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مروارید خود را پیش خوکان نپرتایید تا که مروارید را پایمال کرده شما را ندهد.